بیاییم نگاهی به صنعت حمل و نقل در ایران بیندازیم. در حمل و نقل هوایی تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران تقریباً 2 برابر شده است و مسافران از 17 میلیون نفر به 22 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در طول 90 سال اخیر و تا سال 1391 حدود 36 هزار کیلومتر جاده در ایران ساخته شده است. دولت تدبیر و امید تنها در 4 سال نزدیک به 7,000 کیلومتر جاده ساخته است که معادل 20% کل جاده‌های ساخته شده تاکنون میباشد. در حمل و نقل ریلی نیز در دولت 11 بیش از 1000 کیلومتر ریل راه آهن کشیده شده است که این عدد معادل 10% کل خط آهن از ابتدا تا کنون می باشد. و همینطور در حمل و نقل دریایی ظرفیت بنادر کشور به 217 میلیون تن رسیده است.